قبلا ما فکر میکردیم که رابطه بین بیمار و پزشک رابطه نسبتاً عمودی محسوب میشه، یعنی پزشک اون چیزی رو که صلاح میدونه بنابر در واقع علمش و بنابر شرایط بیمار بهترین ویژگی و بهترین درمان رو برای بیمار میذاشت. خلاصه گذشت و ما فهمیدیم که خیلی هم این رابطه نیست و یه جور رابطه برعکسه. یعنی بیمار اینجوری میومد من دیگه داشتم یواش یواش به اینا عادت میکردم که این خریدای خونه‌شون رو اینجوری براشون ثبت کنم و بدون هیچ دلیلی با 4-5 تا در واقع بیشتر حتی حالا این خوبه آنتی بیوتیکای مختلف و بعد برن به خونه که با کیسه پر و خوشحال. تا اینکه دیروز یه بیماری داشتم، این پسر 8 ساله بود که با بعد از ورزش و فعالیت با تنگ نفس اومده بود و با این نسخه، این نسخه رو که مامانشون نوشته و اصلا اینجوری نبود که پیشنهاد بده یا بخواد که براشون بگیریم، کاملا اوردرشون نوشته بود که ما انتظار بر این بود که در واقع بدون هیچ سوالی در واقع بپذیریم اینا رو که براشون انجام بدیم. و در واقع حالا ما تونستیم با هزار تا زحمت هنوز جای شکرش باقیه که قبول کنن از ما، نیازی نیست که این کارا رو برای کسی ایشون انجام بدیم و بیماری که استیبله و طبیعیه، اینا جزء طبیعتشه. حالا شما دیگه بگید الان این رابطه معنیش چی میشه؟